این امت یا الله سالیان ساله که یا الله داره به دست خود کشته میشه. یا الله در خیر القرون یه عده‌ای یا الله گول خوارج رو خوردن، گور افرادی رو خوردن که به نام دین از اونا قاتل درست کرد، قاتل حضرت عمر، قاتل حضرت علی. یا الله امروز هم ما میبینیم از ما بین خود این امتی عده دارن با شور این امت بازی میکنن یا الله، و از این امت دارن بر علیه خود امت استفاده میکنن. الله حضرت مولانا مجیب الرحمن از داعیان این امت، از مبلغان این امت یا الله قربانی یا الله افراطی گری و خشونت شد، شهید شد و یا الله در اون راهی که دوست داشت رفت. یا الله او به آرزوش رسید و یک امت رو یا الله غم زده کرد. یا الله الله نعم البدل بده، الله جای گزین بده، الله جای خالی رو پر کن یا الله. والله به خانواده او به ارادتمندان او صبر بده الله. و الله ملت افغانستان رو دریاب الله، این ملت یا الله سالیان سالی که یا الله دستینا تو خونه یا الله یه عده نمیخوان افغانستان آرام بشه ربا، افغانستان سر پا بیسته یا الله به برکت خون شهدای اونها، به برکت یتیم ها و به برکت مادرانی که داغ دیده فرزندان شدن، قطر قطر خون اونها در این خاک ریخته شد الله، به برکت عرفای این خاک یا الله. الله این جناب شیخ انصاری الله از نوادگان خواجه عبدالله انصار بود، الله او رو به خواجه عبدالله انصار ملحق کن یا الله. از نوادگان یا الله صحابه نبی و از نوادگان یا الله میزبان مصطفی یا الله یا الله از نوادگان او بود. الله او رو با این صحابه بزرگ که در فتح قسطنطنیه در کنار دیوار قسطنطنیه فتح شد و فرماندهان عثمانی همه کنار قبر او می آمدن و تاج گذاری می کردن، قبر او عزت شد برای امت. خدایا قبر مولانا مجیب الرحمن انصاری رو یا الله نماد عزت و شوکت برای این امت کن، خون او رو یا الله، جوانی او رو سبب بیداری و تحول در افغانستان کن یا الله. و یا الله درجات او رو بلند و بلندتر بفرما یا الله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين آمين برحمتك يا ارحم